پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. این روزها انتشار کلیپ ساسی با یک پورنستار خانم اکس تگزاس فکر کنم مهمترین بحث شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و حتی محفل‌های خصوصی و دور همی بود. البته توی کرونا خیلی یواشکی مهمونی میگیرن و راجع به این موضوع اظهار نظر کردم و به معنای واقعی کلمه ترکید. منم داشتم رصد میکردم رسانه‌ها رو و به موضوعات جالب برخوردم که در طول این ویدیو میگم. اما موضوعی که هستش اینه که آقای ساسی آخرین خبری هم که اومده نقض حق کپی رایت و اینکه هیچ گونه اجازه‌ای نگرفته داخل کلیپ تهران توکیو از مسئولان فیلم ابد یک روز و کسانی که سازنده فیلم ابد یک روز و اصطلاحاً قانون کپی رایت رو رعایت نکرده و جعل کرده. منم قبلا تو ویدیوهای قبلی نسبت به این موضوع صحبت کرده بودم و گویا شکایتی هم داره تنظیم میشه از ساسی مانکن که از قول ابوذر نصراللهی گفته شده که کلیپ منتشر شده از خواننده لس آنجلسی از جعل عمیق علیه فیلم ابد یک روز استفاده کرده و حق کپی رایت فیلم رو نقض کرده. بنابراین هم مالکان هم دادستانی با عنوان مدعی العموم میتونه علیهشون شکایت بکنه و حالا دارن کارش انجام میدن که گویا شکایت هم انجام بشه. این آخرین خبری هستش که بیرون اومده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اما میخوایم برسیم به اظهار نظر یه سری رسانه ها و اشخاص در خصوص کلیپ ساسی. این اظهار نظر هم مشترک هستش بین بیشتر هنرمندها و افرادی که اظهار نظر کرده بودن. حالا چون مشترک بود، من این کلیپی که در خبرگزاری های دولتی داخل ایران پخش شده و کانال های تلگرامی دولتی اومدم تحلیل و آنالیز کردم قسمت به قسمت و ببینید که سطح تفکر و دیدگاه سیاسی افراد نسبت به این کلیپ چی هستش. خب به هر حال خیلی اظهار نظر و واکنش افراد داخل ایران میتونه مهم باشه نسبت به این کلیپی که یک پورنستار داخلش بوده و واکنش های اون افراد نشأت گرفته از تفکرات پشت پردهشون هستش و گاردشون نسبت به این موضوع. و حال اتاق فکر تشکیل میدن، میگن مثلا روی این موضوع اینجوری گارد بگیریم، روی این موضوع اینجوری واکنش نشون بدیم. و یک کلیپ اومد بیرون که طنز تلخ و کاملا بی محتوا بود و اومد مثلا یک جوابیه داد با شبیه سازی سکانس فیلم ابد یک روز و سکانسی که ساسی اون رو شبیه سازی کرده بود و مثلا میخواست ساسی رو تخریب بکنه و موضوع رو ماسمالی. بریم این کلیپ رو به صورت تیکه تیکه ببینیم، نکات جالبی داره. سمگه برو سمگه برو. اینجا غیرت و ناموس براشون مهم نیست سمگه. اینجا برای بچه کوچیک همه چی نشون میدن سمگه. برو. بله این کلیپ طولانی، حالا من یه تیکه میخوام براتون تحلیل بکنم که یک طنز تلخ و به نظر من کاملا بی محتواه و تو صحبتش دیدید میگه برو سمگه، اینجا واسه شون غیرت و ناموس و این چیزا مهم نیست. یعنی عملا با این حرفش میخواد بگه که اونایی که توی اروپا و امریکا زندگی میکنن و از این پورنستارها توی موزیک ویدیوهاشون استفاده میکنن واسه شون غیرت و ناموس مهم نیست. یعنی ببینید چقدر تفکرها مسموم و مریضه که انگار یه پورنستار اگر بیاد توی موزیک ویدیو غیرت و ناموس دیگه داره مثلا اون جامعه تعطیل. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. اینا براشون مهم نیستش که تو آینده چی به سر اون بچه میاد سمگه. اینا برای غیر دادن حاضرن هر بلایی سر روح و ضمیر پاک این بچه ها بیارن سمگه. برو سمگه. اینا دارن فطرت بچه ها رو خراب میکنن، دارن گم میزنن به دل پاک بچه ها رو دارن عبه میبرن سمگه. برو. بله
حرف از آینده اون بچه میزنه و بچهای جامعه میزنه. قربونتون برم آقایون خبرگزاری های دولتی که بودجه دولتی میگیرید که بیاید این کلیپ ها رو درست بکنید که به اصطلاح مثلا اطلاع رسانی بکنید و ذهن جامعه رو شفاف بکنید. شماهایی که دستگاه های فرهنگی، دستگاه های قدرت در اختیارتونه، امکانات فرهنگی در اختیارتونه، چه کارهایی رو در جهت افزایش سطح فرهنگ جامعه انجام دادید؟ 10 تاشو لیست کنید. شما اگر سطح فرهنگ جامعه رو بالا ببرید اصلا نباید نگران باشید که از این کلیپا میاد بیرون. بازم مقایسه میکنم توی اروپا و امریکا و سایر کشورها و قاره ها اصلا نگران همچین موزیک ویدیوهایی نیستن، به خاطر اینکه قبل از اینکه این ساب مرده رو بدن دست یک بچه فرهنگ استفادهش رو بهش میگن، تو مدرسه یادش میدن و بهش میگن، تو خانواده یادش میدن و با خیال راحت اگر یک زمانی اون بچه اگر بخواد یه وسیله رو دستش بگیره دستش میدن، یه سری چیزا رو براش محدود میکنن. بعد شما میگین نگران اون بچه نیستن؟ بابا شما که بدترید با این حرفاتون. ببینیم ادامهش. میدونید چرا بهت میگم برو؟ به خاطر اینکه عفت و ناموس داره از بین میره سمیه. عفت و ناموس داره کمرنگ میشه، هیچ دیگه ازش نمونده سمیه. یعنی آدم وقتی این چیزا رو میشنوه نمیدونه چی بگه. عفت و ناموس میگه مرده. بله، یعنی اینکه شما تو جامعهتون همه چیزو گرون میکنید با تصمیم گیری های اشتباهتون، با تصمیم گیری هایی که کاملا مدیریت شده هستش. دارید جامعه رو به سمت فقر و بدبختی میکشونید. یه کاری میکنید که دخترها برن تنفروشی بکنن. فکر میکنید یه دختر خوشش میاد از سر مثلا میل باطنیشه که مثلا میره تنفروشی میکنه، میره دبی، میره ترکیه، میره مالزی، اونایی که تنفروشی میکنن. نه، شما بستر جامعه رو وقتی بد بچینی، به قول اون مسئول خودتون بود دیگه، رئیس دفتر آقای روحانی خودش گفت آقا ما ارز بردیم بالا که کسری بودجه رو جبران بکنیم. خودتون دارید میگید، من نمیگم، نمیدونم رسانه‌های امریکایی و نمیدونم عربستانی و اسرائیلی هم نمیگم، خودتون دارید میگید. حرف خودتون رو حرف خودتون هم داریم رفرنس میزنید. شما خودتون دارید مردم رو هر روز فقیر و فقیرتر میکنید. بعد حرف از عفت و ناموس و این چیزا میزنید. عفت و ناموس واسه یه عده از این افرادی که حرف از عفت و ناموس میزنید. عجب. به قول خودتون در همین کلیپ تو سرزمین ایران خدا خیلی غریبه. سمیه اینجا خدا خیلی غریبه. میدونی چرا خدا غریبه؟ به خاطر اینکه اون کسایی که باید سر جاشون باشن نیستن. اما میرسیم جلوتر. آقای تلیسچی به عنوان یک خواننده اومد و نسبت به کلیپ آقای ساسی با خانم الکسیس اظهار نظر کرد. در کی و در کجا؟ در رسانه تیوی پلاس با حمید فراهانی که حالا این دوتا من حالا باشون کار دارم و اومد نسبت به کلیپ ساسی اینجوری واکنششون داد که من کار به محتوا ندارم. یعنی شما نگاه بکنید آقای تلیسچی که خواننده هست نسبت به محتوا هیچ کاری نداره. حالا آهنگ هست که دنبال بندازیم وسط و بریم حالا صحبت بکنیم. اگر شما کار به محتوا ندارید میشه بگید کار به چی دارید؟ خودتون به عنوان خواننده چی دست مردم میدید؟ ببینید توی جمله گفتی ابتدای گفتگو گفتی که ساسی هنرمنده. بله. چون بحثش داغه من اینو مطرح میکنم. واقعا هنرمنده؟ چون از زمانی که در واقع این موزیک ویدیوی عجیبش منتشر شد خیلی حجمه ها زیاد شده راجبش که آقا تو دیگه داری به هر چیزی چنگ میندازی واسه اینکه کار دیده بشه. تو صحبتام هم گفتم من کاری به محتوا که خب ندارم قطعا. چون رسته کاری من طوریه که خب من فقط سعی میکنم به قولی مسیرم رو نگاه بکنم و تا اون انتهای مسیر رو خودم درست برم. انتقادی هم از کسی سعی میکنم نکنم چون تخصص من چیز دیگری است. بله راستم میگه، تخصصشون یه چیز دیگه است. یه پشت پرده ریز به شما بگم، ایشون چند وقت پیش توی پارتی یه مشروب مسموم میده به یه خانمه میره تو کما. تخصصتون بله.
منم میدونم یه چیز دیگه است. ادامه صحبت ها رو گوش بدید. ولی خب به نظر من هنرمنده. هر کسی که توی این مارکت داره فعالیت میکنه، نه فقط بله ایشون، هر کسی که توی این مارکت داره فعالیت میکنه و به نحوی ما صداش رو میشنویم. یعنی ببینید بیسوادی یک هنرمند اینجا مشخص میشه. میگه ولش کن، هر کسی که به نظر من میخونه و فعالیت میکنه هنرمنده. یعنی من اینجا دون بکنم جلوی دوربین بدون هیچ محتوایی یه موزیک 6 و 8 بیاد روی صدا، هنرمند حساب میشه. و به قول ایشون اصلا صدای بدی وجود نداره. این حرفا چیه؟ و صحبت مجری هم بشنویم، جالبه. صدا که زیر نداره، سوال ساسی نمیبرم. واقعا صدا نداره دیگه، خداییش. ولی تکساش جذاب، چون خودت هم شاعری تکس می‌نویسی. جان میگه صدا نداره اما محتوای شعرش خوبه. قربونت برم، یا شما نمیدونی محتوا چیه یا کلا تو باغ نیستی. بریم یه تیکه از این آهنگ تهران توکیو رو بشنویم، ببینیم محتوا از دید این آقای حمید فرهانی یعنی چی. تهران دافاشم گنگن و شاخ نشو برو دایی تو لیان شامپوی آره ما بلنجک فکو پاره. بله چه محتوایی. میگه تهران دافاش گنگن پس شاخ نشو برو دایی تو لیان شامپوی آره ما ولنجک پت و پاره. یعنی اساتید فن و شعر بعد نسبت به این قضیه نظر میکنن. بعد همین آقای حمید فرهانی میارنش در یک برنامه و راجع من اظهار نظر میکنه. قربونت برم، تو در چه جایگاهی هستی که میخوای راجع من اظهار نظر بکنی؟ ببینید نسبت به آقای امین فردین احساسشو نسبت بهش بگه و تصویری که ازش داری. کی نظرشو میگه؟ چند نفر تو میشناسی؟ ایشون اولین خبرنگار پاپاراتزی ایران هستن که حالا سوای قشنگی یا زشتی کارشون ولی یه کار خاص میکنن که اولین نفری هستن که حالا این جسارت رو داشتن که یه سری افراد رو به چالش بکشن. آقای امین فردین میگه که من یه سری اطلاعات رو میدم در مورد آدم‌ها، یه سری صحبت میکنم که اصلاح اتفاق بیفته. ولی چقدر حس صداقت و حس پایبندی به این قول در خود شما به عنوان یک کسی که کارشناس رسانه هستی شکل میگیره؟ نه خب از طرز بیانشون، از چیزایی که میگن، من 1% هم در واقع حس صداقت و اینکه میخوام اصلاح کنم به در واقع تلقین نمیشه. یعنی ایشون با این سوادش که هنوز نمیتونه فرق تکس خوب و بد رو بفهمه میاد و راجع به ما اظهار نظر میکنه. میگه از دید من ایشون نه پاپاراتزی نه. شما خودت با چسبیدن به تخم مرغای گلزار و 4 تا خواننده دیگه و چند تا بازیگر دیگه تونستید توی رسانه تیوی پلاس بیننده بگیرید. بعد یه جا حرف از این میزنید که اینها به هر چیزی چنگ میزنن واسه محتوا شما که از اونها بدترید دیگه. اون کسایی که داخل ایرانن، بازیگرا و هنرمندا، از قول اونها دارم نقل قول میکنم، میدونن شما تو تیوی پلاس چه کثافت کاری دارید میکنید. این اصلا گفتن نداره. بله میخوام به شما بگم به قول اون بنده خدا درست گفت اینجا خدا خیلی غریبه. واقعا هم راست گفت، اینجا خدا خیلی اونجا خیلی خدا غریبه. رسانه و مطبوعات و قدرت‌های سیاسی و اجتماعی دست یه کساییه که لیاقتشو نداره. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، برامون هم کامنت بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه.